بازی. نیل استراوس. یک هدف انتخاب کن. مردها در واقع دشمن نبودند. آنها قربانیان یکسان یک شکوه مردانه قدیمی بودند که باعث میشد آنها به طور غیر ضروری احساس بیکفایتی کنند، چون دیگر خرسی برای کشتن وجود نداشت. با میستری آشنا شوید. خانه یک فاجعه بود. درها شکسته بودند و از لولاها جدا شده بودند. دیوارها پر بود از فرو رفتگی هایی به شکل مشت، تلفن و گلدان. هربال از ترس جانش در اتاقی در یک هتل پنهان شده بود و میستری گریه کنان روی فرش اتاق نشیمن نشسته بود. 2 روز پشت سر هم بود که داشت گریه می کرد. این یک نوع گریه کردن معمولی نبود. اشک‌های معمولی قابل فهم هستند، اما میستری فراتر از درک و کنترل بود. الان 1 هفته بود که سراسر خشم و خشونت بود و لابلایش گریه هم میکرد. گاهی هم تهدید میکرد که میخواهد خودش را بکشد. 5 نفر در آن خانه زندگی میکردیم. هربال، میستری، پاپا، پلی بوی و من. پسرها و مردها از هر گوشه دنیا می آمدند و با ما عکس می گرفتند. از ما یاد می گرفتند و با ما وقت می گذراندند. مرا استایل صدا می کردند. هیچ کس اسم واقعی خودش را نداشت. حتی اسم خانه را پروژه هالیوود گذاشته بودیم. خانه اصلا وضعیت خوبی نداشت و همه چیز از در و دیوار گرفته تا آشپزخانه و حمام به هم ریخته بود. خشم و افسارگسیختگی میستری هم مزید بر علت شده بود و خسارت بیشتری به ساختمان وارد کرده بود و ساکنین را هم ترسانده بود. بدنش میلرزید. بین گریه هایش گفت تو نمیدونی چه احساسی دارم، نمیدونم چی کار میخوام بکنم، ولی میدونم اون کار منطقی نیست. کنترل حرفها و حرکاتش را اصلا نداشت. عملا فرقی با یک نوزاد یا حیوان نداشت. زندگی بی معنیه. هیچ راهی برای بردن وجود نداره. بهترین راه اینه که اصلا بازی نکنی. هیچ کس در خانه نبود و من باید او را آرام می‌کردم. قبل از اینکه دوباره دچار خشم شود ممکن بود کاری کند که قابل جبران نباشد. نمی‌توانستم بی تفاوت باشم. میستری فقط یک دوست نبود، راهنمای من بود. او زندگی مرا مثل هزاران نفر دیگر متحول کرده بود. کاتیا که خودش میستری را به این روز انداخته بود تنها کسی بود که توانستم با او تماس بگیرم تا قرص زاناکس به من برساند. 10 دقیقه بعد جلوی در بود. کاتیا یک دختر بلوند روسی بود. اهل پارتی و مهمانی. نگران بود، ولی به او هشدار دادم که داخل نشود چون میستری او را میکشت. قرص را به میستری دادم. آرام شد. لباسهایش را پوشاندم و او را به کلینیک روانپزشکی بردم. میستری استعداد و جذابیت بالایی داشت. او مثل تقریبا تمام ستاره های راک که با آنها مصاحبه کرده بودم دارای 2 ویژگی بود: درخشش دیوانه‌وار و با انگیزه‌ای که در چشمهایش داشت و برای خودش کاری نمیتوانست بکند. بعد از کلی انتظار پیش مشاور رفتیم. یک خانم آسیایی باریک‌اندام حدود 30 ساله. روژ قرمز تیره. مشاور: خب امروز حالت چطوره؟ میستری: احساس پوچی میکنم و شروع کرد به گریه کردم. بنابراین میخوام خودم رو از خزانه ژن بکشم بیرون. دیگه نمیتونم ادامه بدم. زندگی برام بی‌معنیه. مشاور از کشوی میزش یک دستمال کاغذی به میستری داد. اینجا تازه میستری چشمش به دختر افتاد. اگه تو رو جای دیگه و یه وقت دیگه دیده بودم همه چیز الان فرق میکرد. من همه چیز رو واسه جذب کردن تو میدونم و الان نمیتونم انجام بدم. من با بعضی از زیباترین خانم‌های دنیا رابطه داشتم. مشاور فکر میکرد با یک دیوانه مثل خیلی های دیگر طرف بود. حرفهای میستری را تایید کرد. مشاور اطلاعاتی در مورد این مرد نداشت. مشاور اطلاعاتی در مورد این مرد نداشت. این مرد بزرگترین هنرمند آشنایی دنیا بود و هیچ کس به گرد پای او هم نمی رسید. البته 1 نفر را شاید بتوان با او مقایسه کرد. آن 1 نفر هم در آن اتاق همراه میستری بود. میستری از من که یک خرخان چلمنگ بودم یک فوق ستاره ساخته بود. ما با هم کارهای خارق‌العاده‌ای کرده بودیم و سلاطین دنیا یا آشنا شدن با خانم‌ها بودیم. با استایل آشنا شوید. من اصلاً جذاب نیستم. بینیم برای صورتم بزرگ است و قوز هم دارد. موهایم در حال ریختن است و فاصله ای با کچل شدن ندارم. چشمهایم کوچک هستند. اگرچه درخشش زندگی در آنها مشهود است، در 2 طرف پیشانیم موها در حال عقب نشینی هستند، ولی خودم آن را دوست دارم.
لاغر و کوتاه هستم، مشهور و ثروتمند هم نیستم. خلاصه اینکه برای کسی مثل من آشنا شدن با خانم ها پر از زحمت است. تنها چیزی که دارم ذهنم است، چیزی که دیگران نمیتوانند ببینند. در مورد شخصیتم چیزی نمیگویم، چون شخصیتم را در طول 2 سال کاملا متحول کردم. من استایل را خلق کردم و در جریان این 2 سال استایل محبوبیت بیشتری پیش خانم ها کسب کرد. من قصد نداشتم شخصیتم را تحت یک اسم دیگر عوض کنم. همه چیز اتفاقی بود. یکی از دوستانم کتابی در مورد ارتباط با خانم ها به من معرفی کرد و از من خواست که آن را ویرایش کنم. در این کتاب مجموعه‌ای از کارهای چندین هنرمند آشنایی بود. در ابتدا مردد بودم. من دوست داشتم به ادبیات و علم خدمت کنم، نه اینکه برای یک آدم دائم الحشر کتاب راهنما بنویسم. با وجود این قبول کردم که یک نگاهی به آن کتاب بیاندازم. خواندن این کتاب مرا وارد برهه‌ای از زندگی کرد که کلاً زندگی مرا دگرگون کرد. در تمام عمرم یک حسرت بیشتر نداشتم. این حسرت مطالعه کم، برخورد بد با مادر یا تصادف با ماشین پدر نبود. من آدم خوبی بودم، کسی رو اذیت نمی‌کردم، کتاب می‌خوندم، کار می‌کردم، اما به اندازه کافی با خانم‌ها نبودم. میدانم که از این نظر تنها نیستم. وقتی اولین بار با هوگ هفنر ملاقات کردم، او 73 ساله بود. او ارتباط با بیش از 1000 تن از زیباترین خانم‌های جهان را تجربه کرده بود. با وجود این هنوز داشت ادامه میداد. مردی با این همه تجربه لذت هنوز سیراب نشده بود. وای به حال من. شرایط من از خیلی ها بدتر بود. من در بچگی با کسی دکتر بازی نکردم. در نوجوانی از دخترهای سال اول دبیرستان یک نفر پیشنهاد کرد، ارتباطی آنچنانی به من داد، اما از ترس مادرم قبول نکردم. در دانشگاه حتی مواد مخدری که دوستانم به من میدادند هم کمکی به من نکرد. من از خانم ها می ترسیدم. در طول 4 سال دانشگاه هم با هیچ دختری ارتباط نداشتم. بعد از دانشگاه در روزنامه نیویورک تایمز مشغول به کار شدم. اعتماد به نفسم بیشتر شد و تجارب بیشتری کسب کردم. ولی اینجا هم فقط یک بوسه از تامی لی، موسیقیدان مرد، نصیبم شد. ناامید شدم. به این نتیجه رسیدم که بعضی‌ها برای این کار ساخته شده بودن ولی بقیه نه. کتابی که رفیقم داد که ویرایش کنم به کسانی مثل من میگفت بچه مثبت. دوستی به اسم مارکو داشتم. مارکو هم در ارتباط با خانم ها مثل من بود. 1 سال بعد از دانشگاه مارکو مرا با داستین آشنا کرد. برخلاف من و مارکو، داستین این کاره بود و خانم ها را جذب میکرد. داستین از نظر قد و ظاهر با من و مارکو فرقی نداشت. اولین بار که با هم به کلاب رفتیم، داستین پرسید اینجا یک گوشه دنج و تاریک میشناسید؟ چند دقیقه بعد داستین با دختری به ظاهر خجالتی که در حال صحبت با دوستش بود ارتباط چشمی برقرار کرد. بدون کلمه‌ای داستین دور شد. دختر هم به دنبال او رفت. بعد از اتمام بوسه و معاشقه در آن گوشه تاریک، آنها بدون اینکه چیزی بگویند از هم جدا شدند. بدون اینکه شماره‌ای رد و بدل کنند یا حتی با هم خداحافظی کنند. داستین این شاهکار را آن شب 4 بار دیگر تکرار کرد. جهان جدیدی پیش روی من باز شد. چندین ساعت با داستین سر و کله زدم تا سر از جادوی او در بیاورم. با آدم‌هایی مثل داستین نچرال میگویند. او باکرگی خود را در 17 سالگی از دست داده بود و از آن زمان به بعد همیشه در حال لذت بردن از خانم‌ها بوده است. یک شب که مهمانی بودیم، دختری از جلوی ما رد شد. به من گفت این دختره دقیقاً تیپ خودته. علیرغم ترس و تفره رفتن من مجبورم کرد با آن دختر صحبت کنم. از دختر پرسید نیلو میشناسی؟ برای شروع جمله احمقانه‌ای بود. چند کلمه‌ای با پت پت گفتم ولی داستین مکالمه را به دست گرفت و نجاتم داد. چند دقیقه بعد دوست پسر آن دختر اومد و سگ او را برد ولی دختر پاولا پیش ما ماند. و سگ او را برد ولی دختر یعنی پاولا پیش ما ماند. داستین پیشنهاد داد که برویم خانه من و چیزی بخوریم. به خانه که رسیدیم روی تخت من نشستیم. داستین یک طرف پاولا بود و من طرف دیگر. ادامه اتفاقات قابل نوشتن نیست. این هم رسم امانتداری ترجمه نیست. این تحفه داستین بود. به دخترها رویایی را میبخشید که آنها هرگز فکر نمی‌کردند که تجربهش کنند. پاولا بعد از
بعداً چندین بار به من زنگ زد و دنبال استدلال برای آن اتفاقات بود، چون باورش نمیشد که چنین کاری کرده است. پیش خودم میگفتم داستین جذابیت و غریزه حیوانی داشت که من نداشتم، تا وقتی با آن کتاب راهنمای مردان آشنا شدم و کتاب‌ها و سایت‌هایی را که پیشنهاد داده بود را مطالعه کردم. با هنرمندان آشنایی آشنا شدم و دیدم آنها این کار را تبدیل به علم کردند و به همه آموزش می‌دهند. مهارت اینها به اندازه‌ای بود که در کلوب‌ها اگر سرت را می‌چرخاندی می‌توانستند دوست دخترت را از چنگت در بیاورند. وقتی وارد دنیای آنها شدم، ابتدا ادبیاتم عوض شد و اصطلاحات تخصصی آنها وارد ادبیات من شد. بعد از قرار با دخترها هم بلافاصله سوالاتم را آنلاین در گروه از بقیه میپرسیدم. اگه بگه دوست پسر دارم چیکار کنم؟ اگه وسط غذا سیر خورد یعنی برنامه‌ش اینه که منو نبوسه؟ وقتی دختری جلوی من رژ لب میزنه این یه سیگنال مثبت یا منفی؟ جوابها به ترتیب. از الگوی تخریب دوست پسر استفاده کن. موضوع رو خیلی داری پیچیده میکنی؟ هیچ کدوم. خدا به من یک فرصت دوباره داده بود. برای داستین شدن هنوز دیر نشده بود. برای تبدیل شدن به چیزی که هر خانومی میخواهد، نه آن چیزی که او میگوید که میخواهد، بلکه آن چیزی که او در عمق ناخودآگاه و غریزه خود میخواهد. فراتر از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، جایی که رویاها و فانتزی‌ها هستند. اما ارتباط آنلاین کافی نبود. باید حضوری از تجربه این اساتید استفاده می کردم و این گونه بود که عجیب ترین 2 سال زندگی من شروع شد. قدم 2، نزدیک شو و سر صحبت رو باز کن. اولین مشکل همه ما یاد گرفتن نیست، بلکه پاک کردن چیزایی است که یاد گرفتیم. $500 برای میسری آماده کردم و $200 هم خرج لباس، ادکلون، کفش و ظاهرم کردم. میخواستم جلوی بهترین هنرمند آشنایی دنیا بهترین ظاهرم را ارائه کنم. نمیدانم میسری اسم واقعی خودش بود یا نه. هنرمندان آشنایی در جمع خود میگفتند که او بهترین است و برای همه گنجینه ای از اطلاعات و تجربه بود. 4 سال بود که داشت اطلاعات و تجربیاتش را به طور رایگان در اختیار همه قرار میداد. اما الان تصمیم گرفته بود که برای آموزش‌هایش پول بگیرد. $500 آمریکا هزینه آموزش بود که شامل ورودی کلوب، 4 عصر سوار لیموزین شدن، 1 ساعت سخنرانی توی لیموزین و 3 ساعت و نیم آموزش عملی در کلوب میشد. در انتهای آموزش ابتدایی شما به حدوداً 50 خانم نزدیک شده و پیشنهاد داده بودید. ثبت نام کردن در چنین دوره‌ای کار ساده ای نیست. به نوعی قبول کردن شکست، ضعیف بودن و بی‌عرضگی است. قبول کردن این است که بعد از چندین سال که شما قدرت جنسی داشته اید از آن استفاده نکرده اید، چون نمیدانستید که چگونه از آن استفاده کنید. اگر هر کدام از دوستان یا اقوام از قضیه مطلع میشد، تمسخر و آبروریزی شروع میشد. در ایمیل خودم به میستری چیزی در مورد نام خانوادگی و شغلم ننوشتم. اگر احیانا اصرار کند فقط در حد اشاره و به طور کلی به او خواهم گفت که نویسنده هستم. گذشته از همه اینها هنوز با خودم درگیر بودم. ثبت نام در این کلاس حس ترحم و چندش نسبت به خودم در من ایجاد میکرد. برخلاف کاری مثل خودارضایی این چیزی نبود که من در خفا انجام دهم. میسری و بقیه کارآموزها آنجا بودند و راز، ناتوانی و خجالت مرا میدیدند. هر آدمی در دوران بلوغ 2 هدف دارد. یکی موفقیت و قدرت و دیگری عشق و ارتباط جنسی. مراجعه به میسری یعنی نصف زندگی من ایراد داشت. 1 هفته بعد از فرستادن ایمیل در لابی هتل روزولت با وسایلی که میسری از ما خواسته بود که همراه خود داشته باشیم حاضر شدم. وسایل شامل خودکار، دفترچه یادداشت، 1 بسته آدامس و کاندوم بود. در نگاه اول میسری را شناختم. کت و شلوار آزاد غیر رسمی پوشیده بود. ناخن‌هایش را لاک مشکی زده بود و 1 پیرسینگ روی چاله‌اش داشت. جذاب نبود اما کاریزماتیک بود. باریک اندام و قد بلند. در کنار میسری مردی ایستاده بود به نام سین که خود را به عنوان بال میسری معرفی کرد. سین پرسید بالاترین امتیازت چی بوده تا حالا؟ تا حالا با چند تا دختر بودی؟ گفتم چیزی حدود 7 تا، دقیقاً 6 تا. سین با بیشتر از 60 خانم و میسری با بیش از 1000 خانم ارتباط داشتند. این اعداد برای من باور کردنی نبودند. میسری پاکتی به من داد و گفت این عکس بعضی از خانم‌هاییه که من باهاشون بودم.
خانم هایی که من حتی در خواب هم نمیتوانستم تصور کنم که با آنها رابطه داشته باشم. بین عکس ها حتی یک بازیگر ژاپنی و رقاص هم بود. بین عکس ها دختر بسیار جذابی بود که سینه هایش را عمل پروتز کرده بود. میسری گفت برای اینکه اینو به دست بیارم تمام طول شب جلوی خودم رو گرفتم و به سینه هاش نگاه نکردم. یه هنرمند آشنایی باید تو هر قاعده ای استثناء باشه. هیچ وقت کاری که بقیه میکنن رو نکن. هیچ وقت. کارآموز دوم پرسید، خودش را اکستر ماسک معرفی کرد. 26 ساله با لباس خیلی گشاد و قد بلند. با لباس و موی مناسب می توانست واقعا خوشتیپ باشد. وقتی سین از او در مورد رکوردش پرسید، سرش را خاراند و جواب داد من تقریبا هیچ تجربه‌ای تو ارتباط با خانم ها ندارم. هیچ وقت حتی دست یک دختر رو لمس هم نکردم. خانواده‌ام مذهبی بودند و من برای ارتباط با خانم ها عذاب وجدان داشتم. با وجود این 3 تا دوست دختر داشتم که باهاشون خیلی کوتاه دوست بودم. کارآموز بعدی یک مرد بالای 40 سال بود. در حال کچل شدن بود ولی ثروتمند بودنش و اعتماد به نفسش کامل مشخص بود. وقتی سین در مورد رکورد او پرسید به محض اینکه دهانش را باز کرد همه چیز لو رفت. از برقراری ارتباط چشمی ناتوان بود. صدایش می‌لرزید. حتی اعتماد به نفس گفتن اسم کوچکش را هم نداشت. بنابراین به خاطر پلیوری که پوشیده بود میسری اسم او را سوئتس گذاشت. دستهایش را به هم زده به جلو خم شد و گفت چیزهای زیادی هست که امشب باید در موردش صحبت کنیم. کار من اینه که شماها رو وارد بازی کنم. به امشب به چشم یه بازی ویدئویی نگاه کنید. واقعی نیست. هر دفعه که میخواین به یه خانم نزدیک بشید دارید این بازی رو تکرار میکنید. احساسات شما میخوان دخل شما رو بیارن و گیجتون کنن. بهشون اعتماد نکنید. به این احساساتتون مثل ریگی که توی کفشتونه نگاه کنید. اذیتتون میکنه ولی بهش توجهی نکنید. توی 4 روز من همه چیزو بهتون یاد میدم. دیگه باید اونقدر تمرین کنین و تکرار کنین تا برنده بشین. پس برای شکست خوردن آماده باشین. نگاه‌های میسری گیرا و عمیق بود. به رفتار و حرکاتش کاملا مسلط بود و حرف زدنش را از تونی رابینز آنطور که خودش گفته بود الگو برداری کرده بود. از 11 سالگی دوست داشت که یک شعبده‌باز معروف مثل دیوید کاپرفیلد شد، اما از آن طرف زندگی اجتماعی او مشکل داشت و او در سن 21 سالگی هنوز باکره بود. هر روز نیم ساعت با اتوبوس تا تورنتو میرفت. به کلوب‌ها، رستوران‌ها و پاساژها میرفت تا به خانم‌ها نزدیک شود. چندین بار اولی که به شهر رفته بود حتی جرأت نکرده بود با خانم‌ها صحبت کند. بعد از تحمل شکست‌ها، تحقیرها و جواب ردهای زیاد بالاخره موفق شده بود اجزای پازلی را که اسمش را گذاشته بود دینامیک اجتماعی را کشف کند. 10 سال طول کشیده بود تا بتواند این سیستم را کشف کند. ساختار اساسی به این صورت بود: پیدا کن، آشنا شو، جذب کن، تمام کن. پیدا کن، آشنا شو، جذب کن، تمام کن. نیم ساعت در مورد تئوری گروه صحبت کرد. شما به یه دختر تنها نزدیک نمیشید. خانم‌های زیبا به ندرت تنها هستند. بعد از نزدیک شدن به گروه و باز کردن سر صحبت به دختر مد نظر توجهی نمی کنی ولی با بقیه افراد گروه رفیق میشی. اگر دختر هدف جذابه و به مردهایی که براش موسموس میکنن عادت داره باید با نگ غافلگیر و متعجبش کنی تا بفهمه که تحت تاثیر زیباییش قرار نگرفتی. نگ تعریف یا توهین نیست. یک چیزی بین این دوتاست. یک توهین اتفاقی و ناخواسته یا تعریف طعنه‌آمیز. هدف از نگ کم کردن اعتماد به نفس هدف و در عین حال نشون دادن عدم علاقه به اون دختره. 2 نمونه از نگ اینها هستند: وقتی به طرف میگی روی دندانهایش رژ لب هست، یا وقتی شروع به صحبت میکنه بهش آدامس تعارف میکنی. من دخترای زشت رو نادیده نمیگیرم. من فقط به خانم‌های بی‌توجهی میکنم که میخوام جذبشون کنم. از اکسترا ماسک پرسید 5 ویژگی مردهای آلفا چیه؟ اعتماد به نفس. درسته، دیگه چی؟ بقیه ویژگی ها را ما نمیدانستیم. لبخند اولین ویژگی مردان آلفاست. وقتی وارد محیط جدیدی میشید لبخند بزنید.
این لبخند نشون میده شما اعتماد به نفس و تمرکز دارید و آدم باحالی هستید. تیپ و ظاهر آراسته، شوخ طبعی، ارتباط با آدم‌ها و خوشمشرب بودن و کانون توجه بودن تو ارتباطات اجتماعی بقیه ویژگی‌های مردان آلفاست. میسری نگاهی به سوئتر کرد و گفت شلوار خاکی که پوشیدی به درد دفتر کار میخوره، نه کلاب. اون پلیور رو هم باید بسوزونی. با یک ظاهر معمولی فقط میتونی دخترهای معمولی رو جذب کنی. اگر میخواین دخترهای 10 رو جذب کنین، باید تئوری طاووس رو یاد بگیرید. طاووس نر برای جذب طاووس ماده بال و پر خوشگل و رنگارنگ خودش رو باز میکنه و اینجوری جنس ماده رو جذب میکنه. شما هم اگر میخواین قیاف‌ها رو جذب کنید، باید پیراهن براق، یک کلاه متفاوت و جواهراتی که تو تاریکی میدرخشن بپوشین. وقتی نوبت آنالیز ظاهر من رسید، میسری گفت عینکتو دور بنداز، ریشتو مرتب کن، سرتم کلاً کچل کن و اون چند تار مو رو هم بزن. یکی دو تیکه جواهرات بخر، لباسهای جیغ‌تر بپوش. یه چیزی هم بپوش که موضوع صحبت خوبی بتونه باشه. میسری رو به من کرد و گفت یک آغازگر خوب واسط دارم. وقتی یه گروه دختر رو دیدی که از یکیشون خوشت اومد، اینو بگو: سلام بچه‌ها، انگاری مهمونی اینجاست. بعدش رو کن به دختری که خوشت اومده و بگو اگه گی نبودم تو قطعا مال من بودی. خجالت کشیدم و پرسیدم واقعا اینجوری جواب عکس میده و ازم دور میشه که. میسری جواب داد وقتی جذبت بشه دیگه مهم نیست که بهش گفتی گی هستی. خب این دروغ نیست؟ این دروغ نیست، اسمش لاس زدنه. سوار ماشین شدیم و به سمت هتل استاندارد لانچ حرکت کردیم. اینجا بود که برداشت من از واقعیت و روابط بین انسان‌ها کاملا متحول شد. متوجه شدم که روابط بین آدم‌ها از آن چیزی که من فکر می‌کردم می‌تواند بسیار فراتر باشد. این مرد یعنی میسری یک ماشین حیرت انگیز بود. آماده شدم که هتل را ترک کنم، اما دیدم که میسری به افرادی که در گوشه ایستاده بودند نزدیک شد. آنها روی کاناپه روبروی هم و در دور یک میز شیشه‌ای نشسته بودند. مردها در یک طرف بودند و یکی از آنها اسکات بایو بود، بازیگری که در فیلم روزهای شاد ایفای نقش کرده بود. روبروی او دو زن بودند، یک خانم سبزه و دیگری بلوند که گویی از صفحه‌های مجله ماگزین بیرون آمده بودند و یک تیشرت بدون آستین بر تن داشت و سینه‌های فیکش کاملا به چشم می آمد. همچنین به نظر می رسید که او شکم سفتی دارد که آن را مدیون ورزش‌های مختلف است. بایو با او قرار گذاشت. همچنین متوجه شدم که او دختر هدف میسری است. قصد او مشخص بود، زیرا با آن زن صحبت نمی کرد. در عوض او پشت خود را به زن کرده بود و در حال نشان دادن چیزی به اسکات و دوستش، فردی خوش لباس و برنزه که 30 و چند ساله به نظر می رسید و بوی ژل اصلاح میداد بود. نزدیکتر شدم. بایو گفت مراقب باش، $40,000 پولشه. ساعت بایو در دست میسری بود. او با احتیاط آن را روی میز گذاشت. سپس گفت حالا اینو نگاه کن. من عضلات شکممو سفت میکنم و در نتیجه جریان اکسیژن به مغزم بیشتر میرسه و وقتی که میسری دست خود را روی ساعت کشید، عقربه ساعت از کار افتاد. او 15 ثانیه صبر کرد، سپس دوباره دستش را تکان داد و به آهستگی ساعت دوباره شروع به کار کردن کرد. قلب بایو هم همزمان شروع به تپیدن کرد. 4 نفر تماشاگر میسری شروع به تشویق کردن کردند. دختر بلوند درخواست کرد حالا یه کار دیگه بکن. میسری با یک نگ او را دک کرد. رو به بایو گفت این چقدر پرتوقعه، همیشه همینجوریه. ما شاهد تئوری گروه در عمل بودیم. هرچه میسری بیشتر برای مردها اجرا می کرد، زن بلوند بیشتر برای مورد توجه قرار گرفتن دست و پا می زد. اما میسری هر بار او را دور می کرد و به صحبت کردن با دو دوست جدیدش ادامه می داد. بایو به میسری گفت من معمولاً بیرون نمیرم. دیگه پیر شدم و سنی ازم گذشته. بعد از چند دقیقه میسری بالاخره به زن توجه کرد. او دستانش را دراز کرد. زن دستانش را در دستان او گذاشت و شروع به کفبینی کرد. او در حال پیاده سازی تکنیکی به نام غریبه خوانی بود. هنر گفتن بدیهیات و اطلاعات کلی عمومی به دیگران بدون شناخت قبلی از شخصیت و گذشته آنها. در زمین بازی هر دانشی هر چقدر هم که مرموز باشد قدرت محسوب می شود.
با هر جمله درستی که میسری میگفت فک زن بیشتر میافتاد تا اینکه زن شروع به پرسیدن سوالاتی در مورد شغل و توانایی‌های غریبه خانی او کرد. هر پاسخی که میسری میداد برای تاکید بر جوانی و شور و شوقش برای زندگی بود، چیزهایی که بایو دیگر نداشت. میسری با هدف تومه گذاشتن برای او گفت احساس پیری میکنم. زن پرسید مگه چند سالته؟ 27. این که پیر نیست، عالیه. او موفق شد. میسری مرا صدا زد و در گوشم شروع به زمزمه کرد. او از من خواست که در حالی که به زن پیشنهاد میداد من با بایو و دوستش صحبت کرده و آن دو را سرگرم کنم. این نخستین تجربه من به عنوان بال بود. بال اصطلاحی بود که میسری به همراه کلماتی مثل هدف و مانع از فیلم تاپگان یاد گرفته بود. تلاش کردم تا با آنها گپ بزنم، اما بایو که مضطربانه به میسری و زن نگاه میکرد حرف مرا قطع کرد. بایو گفت بهم بگو که اینا همش توهمه و اون نمیخواد دوست دختر منو بر بزنه. 10 دقیقه بسیار طولانی گذشت. میسری بلند شد، مرا بغل کرد و ما کلوپ را ترک کردیم. بیرون از آنجا او یک دستمال از جیب کت خود در آورد. روی دستمال شماره تلفن زن نوشته شده بود. میسری پرسید خوب نگاش کردی؟ این همون چیزیه که من تو بازی دنبالشم. هرچی که یاد گرفته بودم رو امشب استفاده کردم تا بتونم این کار رو بکنم و موفق بشم. او کاملا از خودش راضی بود. واسه یه پیشنمایش چطور بود؟ میسری دوست دختر یک سلبریتی رو از چنگش در آورده بود. آن هم جلوی چشمان خود او. این کاری بود که حتی داستین هم نمیتوانست انجام دهد. وقتی از کلوب خارج شدیم، میسری در مورد قانون 3 ثانیه با ما صحبت کرد. یک مرد از زمانی که چشمش به خانمی میافتد 3 ثانیه زمان دارد که به او نزدیک شود و سر صحبت را با او باز کند. اگر بیشتر طول بکشد، نه تنها آن دختر به جسارت و شهامت آن مرد شک می کند و متوجه ترس و تردید او می شود، بلکه خود آن مرد هم دچار استراب و استرس شده و نمی تواند جلو برود و دختر را کلاً از دست می دهد. وارد کلوپ دیگری شدیم. میسری چشمش به چند دختر افتاد. مطابق اصل 3 ثانیه بلافاصله به آنها نزدیک شد. دستش را دراز کرد و پرسید نظرتون در مورد این چیه؟ منظورم بزرگی دستام نیست، ناخن‌های مشکیمو میگم. در حالی که دخترها به دور میسری جمع شدند، سین مرا کنار کشید و از من خواست که در کلوب چرخی بزنم و سعی کنم به گروهی از دخترها نزدیک شوم. چند دختر از جلوی من رد شدند و سعی کردم چیزی بگویم، اما نصفه و نیمه سلام کردم، طوری که آنها صدای مرا نشنیدند. وقتی که از جلوی من رد شدند، من به دنبال آنها رفتم و شانه یکی از آنها را از پشت گرفتم. دختر در حالی که ترسیده بود چرخید و به من به چشم یک مزاحم نگاه کرد. این همان چیزی بود که من تمام عمرم در نزدیک شدن به خانم‌ها از آن می‌ترسیدم. سین نزدیک شد و با صدایی گرفته به من هشدار داد هیچ وقت از پشت به یک زن نزدیک نشو. همیشه از جلو نزدیک شو، ولی با کمی زاویه، طوری که باهاش شاخ به شاخ نشی و مستقیما رو در رو نباشی. باید از روی شونت باهاش صحبت کنی، طوری که انگار هر لحظه ممکنه بازی رابرت ردفورد تو فیلم نجواگر اسب رو دیدی، یه جوری مثل همون. چند دقیقه بعد زنی جوان و سرخوش با موهای مجعد بلوند، پریشان و بلند، با جلیقه‌ای صورتی و پف کرده که تنها ایستاده بود را دیدم. احساس کردم که نزدیک شدن به او به راحتی میتواند روحیه مرا بازگرداند. من دور زدم و در جلوی او در موقعیت ساعت 10 قرار گرفتم، در حالی که تصور میکردم که در حال نزدیک شدن به اسبی هستم که نباید او را بترسانم. خدای من، اون 2 دختره رو بیرون دیدی داشتن دعوا میکردند؟ او گفت نه، چی شد؟ او علاقه‌مند بود. او داشت با من صحبت میکرد. داشتم نتیجه میگرفتم. 2 دختره داشتن سر یه مرده که نصف اونا بود دعوا میکردن. اونم چه دعوایی. مرده اونجا وایستاده بود و فقط داشت میخندید تا اینکه پلیس اومد و دخترها رو دستگیر کرد. دختر نخودی خندید. ما در مورد کلوب و گروهی که آنجا در حال نواختن بود شروع به صحبت کردیم. دختر رفتار دوستانه‌ای داشت و در واقع بابت مکالمه سپاسگزار بود. من اصلا نمیدونستم که نزدیک شدن به یک دختر تا این حد میتواند راحت باشد. سین از کنار به من نزدیک شد و در گوشم زمزمه کرد ارتباط بدنی. سین
به پشت سر من رفت. بازوی مرا گرفت و روی شانه دختر قرار داد. من گرمای بدن او را احساس کردم و به یاد آوردم که ارتباط با انسانها تا چه حد برایم لذت بخش است. حیوانات خانگی دوست دارند که نوازش شوند. وقتی که یک سگ یا گربه تقاضای محبت فیزیکی می کند، منظورش جنسی نیست. انسانها هم همینطور هستند. ما به لمس نیاز داریم، اما ما آنقدر در مسائل جنسی غرق شده ایم و گند زده ایم که وقتی کسی ما را لمس می کند، ما عصبی و ناراحت می شویم. متاسفانه من استثنا نیستم. در حالی که با او صحبت می کردم، حس خوبی از این که دستم روی شانه او بود نداشتم. بنابراین من به او لطف کرده و خودم دستم را برداشتم. سین گفت از بقیه جداش کن. پیشنهاد کردم که بنشینیم. بنابراین به سمت یک نیمکت قدم زدیم. سین به دنبال ما آمد و پشت ما نشست، همونطور که آموزش دیده بودم. از او پرسیدم که به چه ویژگی هایی در مردان جذب می شود. او گفت شوخ طبعی و باسن. خوشبختانه من یکی از آنها را دارم. ناگهان نفس سین را روی گوشم حس کردم. سین گفت موهاشو بو کن. اگرچه دقیقاً نمیدانستم هدف چه بود، اما موی او را بو کردم. فکر کردم سین از من خواست تا به او نگ بیاندازم. بنابراین به او گفتم بوی دود میده. میدانستم که سین در حال آموزش دادن به من بود. گفتم بوی دود میده. سین به آرامی در گوش من گفت نه، فکر کنم نباید به دختر نگ میانداختم. ظاهراً به دختر برخورده بود. بنابراین برای جبران یک بار دیگر بو کرده و گفتم ولی زیرش بوی مست کننده ای داره. او سرش را به یک طرف کج کرده، کمی اخم کرد، نگاهی به سرتاپای من انداخت و گفت آدم عجیبی هستی. داشتم گند می زدم. خوشبختانه میسری از سریع از راه رسید. او گفت اینجا مرده است. بیا بریم جایی که دخترها بیشتر باشند. از نگاه میسری و سین این کلوب ها واقعیت نبودند و جذابیتی نداشتند. آنها خیلی راحت با دانشجوهایی که در حال صحبت با خانم ها بودند در گوشی صحبت می‌کردند. جلوی غریبه ها از اصطلاحات تخصصی آشنایی استفاده می‌کردند و حتی حرفای دانشجو در حین صحبت با گروه را قطع کرده و جلوی گروه اشتباه او را برای او توضیح می‌دادند. آنها آنقدر مطمئن بودند و آنقدر از اصطلاحات تخصصی غیرقابل فهم استفاده می‌کردند که خانم‌ها به ندرت به این رفتار آنها توجه می‌کردند، چه برسه به این که به این مسئله شک کنند که آنها در حال آموزش دادن رابطه با خانم‌ها بودند. همانطور که سین به من یاد داده بود، با دوست جدیدم خداحافظی کردم. در حالی که به گونه‌ام اشاره می‌کردم، گفتم بوسه خداحافظی. او در واقع فقط به من نوک زد. احساس آلفا بودن کردم، ولی وقتی در حال خارج شدن بودیم به سمت توالت رفتم. اکسترا ماسک را آنجا دیدم. گفت موقع استفاده کردن از این توالت های ایستاده من حس خوبی ندارم و خجالت میکشم جلوی دیگران شاش کنم. حتی وقتی که دارم میشاشم و یک نفر دیگه از راه میرسه من دست نگه میدارم تا اون آدم بره. توجهی به حرفای اسرا مارک نکردم. زیپ شلوارم رو کشیدم پایین، کارم رو انجام دادم و بیرون اومدم. در مقایسه با اسرا ماسک احساس کردم کارآموز راحت‌تر و بهتری هستم. با ماشین در حال رفتن به طرف یک کلوپ دیگر بودیم. حالم خیلی خوب بود. از میسری پرسیدم فکر میکنی میتونم ببوسمش؟ میسری گفت اگه فکر میکنی میتونی پس حتما میتونستی. یادت باشه هر وقت مردد بودی که باید یه کاری رو انجام بدی یا نه، بدون که باید اون کار رو انجام بدی. بعدش کاری که میکنی اینه که تغییر فاز میدی. یک دنده خیلی بزرگ رو توی ذهنت تصور کن و بعدش دستتو ببر به طرفش و دنده رو عوض کن و برو مرحله بعد بهش بگو که دوست داری باهاش ارتباط داشته باشی. بگو که همین الان متوجه شدی که پوست خیلی زیبایی داره و شروع به نوازش شانه هاش کن. ولی تو از کجا متوجه میشی که این کار رو باید انجام بدی؟ میسری گفت ببین کاری که من میکنم اینه که حواسم به شاخصهای علاقه دختر هست. منظور از شاخص علاقه حرکتی از طرف دختر که نشون بده که از من خوشش اومده. یا مثلا اگه بپرسه که اسمت چیه، یا اگه بپرسه که آیا مجردی یا نه، یا اینکه اگه دستش رو بگیری و فشار بدی و اونم متقابلا دستتو فشار بده، اینا نشون دهنده اینه که اون از تو خوشش میاد. اینا شاخص علاقه هستن.
وقتی که من 3 شاخص علاقه از طرف مقابلم دریافت کنم، متوجه میشم که باید تغییر فاز بدم. سوئد پرسید چطوری بوسش میکنی؟ میسری جواب داد خیلی راحت. ازش میپرسم دوست داری منو بوس کنی؟ و بعد یکی از این 3 اتفاق میفته. اگر بگه آره، چیزی که به ندرت اتفاق میفته، بوسش میکنم. اگه بگه شاید یا اینکه مردد باشه، بهش میگم نمیخواد انقدر فکر کنی، بذار من جوابتو میدم. من جوابتو میدونم، تو فکراتو بکنی و بوسش میکنم. اگر بگه نه، من در جواب میگم منم نگفتم که میتونی این کارو بکنی. منم نگفتم که بهت اجازه این کارو میدم. از رو قیافت حدس زدم دوست داری این کارو بکنی، اسکل. نکاتی که میسری میگفت را کلمه به کلمه و با عجله در دفتر یادداشتم مینوشتم. وقتی کلاس تمام شد، دوباره به فکر فرو رفتم که چرا اصلا در چنین کلاسی ثبت نام کردم. ثبت نام در چنین کلاسی یک کار عادی نبود و هر کسی چنین کاری نمی‌کرد. داشتم فکر می‌کردم که من چرا تصمیم به انجام این کار گرفتم و چرا بلافاصله جذب دنیای هنرمندان آشنایی شدم. دلیل این کار شاید این بود که این تنها نقطه ضعف من از زندگی بود که من در آن ضعف داشتم. این نقطه ضعف و این شکست همیشه روی دوش من سنگینی می‌کرد. وقتی که بیرون میرفتم و خانم‌ها را می‌دیدم، احساس عجیبی داشتم، ترکیبی از میل و علاقه و در عین حال ناتوانی و ضعف. این احساس واقعاً کشنده بود. آن شب لابلای نوشته‌هایم به دنبال شعری می‌گشتم که در دبیرستان نوشته بودم. خوشبختانه بعد از کل جستجو آن شعر را پیدا کردم. اسم آن شعر را گذاشته بودم شکست‌های جنسی. وقتی شعر را خواندم، یادم آمد که خیلی از اوقات تنها هدفی که هنگام بیرون رفتن داشتم این بود که گوشه‌ای از پاهای یک خانم را در خیابان‌های شلوغ ببینم، یا شاید یک ارتباط بدنی کوچک با یک دختر زیبا داشته باشم. وقتی به دوران دبیرستان فکر می‌کردم، متوجه شدم که خیلی از شب‌ها با عقده جنسی می‌خوابیدم. وقتی در پایان روز با احساسات جنسی سرکوب شده به خانه می‌رفتم، احساس خشونت می‌کردم. حس خوبی به دیگران نداشتم. به دنیا با بغض و کینه نگاه می‌کردم. از دست دوستان، اقوام و فامیل ناراحت بودم. بدون دلیل و بدون اینکه آنها این موضوع را بدانند. فقط خودم دلیل آن را می‌دانستم. یاد خیلی از دوست‌های دوران دبیرستان افتادم. آن دخترها احترام زیادی برای من قائل بودند، در حالی که من نمی‌توانستم کاری که در ذهنم بود را با آنها انجام دهم. زمانی را به یاد آوردم که بهترین معشوقم دستم بود. زمانی که آب حیات خود را ضایع می‌کردم و از بین می‌بردم. یاد آن دخترهای خجالتی افتادم که لبخند می‌زدند و دوست داشتند با من صحبت کرده و با من آشنا شوند، اما من جرأت جلو رفتن و صحبت کردن با آنها را نداشتم. بنابراین آنها هم بخشی از رویاهای شبانه من می‌شدند، شب‌هایی که به جای آن دخترها دست من معشوقه می‌شد. زمانی را به یاد آوردم که از فعالیت‌های هدفمند و کارهای مفید چشم‌پوشی می‌کردم، زمانی که حواسم به آدم‌هایی که واقعاً مرا دوست داشتند نبود، ولی از آن طرف به آنچه که می‌خواستم نیز نمی‌رسیدم. همیشه فکر می‌کردم که همه در ارتباط با خانم‌ها موفق هستند به جز من. همیشه با خودم فکر می‌کردم شاید مشکل این است که آنقدر که من می‌خواهم خانم‌ها نمی‌خواهند. بعد از اینکه این نوشته‌های دوران دبیرستان را خواندم، شک و تردیدم برطرف شد و متوجه شدم که تصمیمی که گرفته بودم کاملا درست بود. من گام بزرگی برای تغییر زندگیم برداشته بودم. از اینجا به بعد ترجمه کتاب به صورت گزینشی و با گلچین کردن مطالب مهم صورت گرفته است. برای هر قسمت عنوانی را انتخاب کرده ایم. جلو رفتن استایل و تئوری گربه و نخ. همانطور که رو به جلو در حال قدم زدن بودیم، من از کلاه کابویی که میسری اصرار داشت بپوشم احساس حماقت می‌کردم. دختری را با موی بلند مشکی دیدم که لباس و زیبا و جذابی هم به تن داشت. او همچون یک شخصیت کارتونی به دور 2 پسر میچرخید و آنها مشغول صحبت بودند، در حالی که به سمت رینگ گاو مکانیکی قدم می‌زدم و از پوشیدن کلاه کابوی قرمزی که میسری اصرار کرده بود بپوشم احساس حماقت می‌کردم. دختری را با موی سیاه بلند، یک ژاکت تنگ و پاهای برنزه دیدم. دختر داشت با هیجان با 2 مرد صحبت می‌کرد و در اطراف آنها مثل یک شخصیت کارتونی
بالا پایین میپرید. شروع به شمردن کردم. قانون 3 ثانیه، 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3. خب مثل اینکه مهمونی اینجاست. من با آن مردها گفتم و سپس چرخیدم تا با دختر روبرو شوم. برای لحظه‌ای زبانم بند آمد. جمله بعدی را میدانستم. میسری کل هفته گذشته را روی این نکته کار کرده بود، اما من از استفاده از آن میترسیدم. اگه من گی نبودم تا مال من بودی. لبخند بزرگی روی چهره او شکل گرفت. در حالی که لبه کلاه را میگرفت دختر جیغ زد از کلاهت خوشم میاد. فکر کنم آرایش طاووس مانند جواب داد. جمله‌ای که قبلا از میسری شنیده بودم را تکرار کردم. ای به جنسا دست نزن. او با بغل کردن من و گفتن اینکه من باحال بودم پاسخ داد. با استقبال او تمام ترس من از بین رفت. من فهمیدم که راز آشنا شدن با خانم‌ها این است که بدانیم که چه بگوییم، کی بگوییم و چگونه بگوییم. پرسیدم شماها چطور همدیگر رو میشناسید؟ او گفت من الان اینا رو دیدم. اسم من الونواست. با دست پاچگی به من احترام گذاشت. این حرکت او را به عنوان یک شاخص علاقه در نظر گرفتم. من به او ترفند تست حس ششم که میسری همان روز به من آموزش داده بود را نشان دادم. از او خواستم عددی بین 1 تا 10 را انتخاب کند و سپس با موفقیت آن را حدس زدم. راهنمایی: این عدد تقریباً همیشه 7 است. دختر با خوشحالی برای من کف زد. مردها وقتی که بازی برتر مرا دیدند ما را ترک کردند. وقتی که بار ترتیب شد الوا و من بیرون رفتیم. تمام بچه مثبت هایی که ما از جلوی آنها رد می شدیم با نشان دادن انگشت شست خود مرا تشویق کردند و گفتند جذابه یا مرتیکه خوش شانس. عجب احمق‌هایی. آنها داشتند بازی مرا خراب می‌کردند. یعنی داشتم به دنبال راهی می‌گشتم تا به الونوا بگویم که من گی نیستم. خوشبختانه خودشان موضوع را تا الان متوجه شده بود. خوشبختانه خودش این موضوع را تا الان متوجه شده بود. یاد حرف سین افتادم که گفت ارتباط بدنی ایجاد کن. بنابراین دستم را دور کمر او گذاشتم، اما او این بار خود را عقب کشید. این قطعا یک شاخص علاقه نبود. وقتی که من یک قدم به سمت او برداشتم تا این کار را دوباره امتحان کنم، یکی از مردهایی که دختر در بار با آنها بود از راه رسید. در حالی که من همچون یک احمق اینجا ایستاده بودم. زن با آن مرد لاس میزد. وقتی که او چند دقیقه بعد به سمت من برگشت به او گفتم که ما باید در آینده دوباره همدیگر را ببینیم. او موافقت کرد و ما شماره‌های یکدیگر را گرفتیم. میسری، سین و بقیه بچه‌ها در ماشین بودند و تمام این اتفاقات را نظاره می‌کردند. در حالی که فکر می‌کردم که با موفقیت توانستم شماره آن زن را جلوی آنها بگیرم، سوار ماشین شدم. میسری تحت تاثیر قرار نگرفته بود. او گفت تو شماره اون دختر رو با تحمیل کردن خودت گرفتی. تو گذاشتی اون باهات بازی کنه. من پرسیدم منظورت چیه؟ در مورد تئوری گربه و نخ بهت گفتم. گوش کن. تا حالا دیدی که یه گربه با یه نخ بازی کنه؟ وقتی که نخ بالای سر گربه آویزونه و یکم مونده تا دست گربه بهش برسه، گربه دیوانه‌وار برای گرفتنش تلاش میکنه. میپره هوا، میرقصه و همه جای اتاق دنبالش میره. ولی به محض اینکه نخو ول کنی و نخ بیفته جلوی پای گربه، فقط یه لحظه به نخ نگاه میکنه و بعد میذاره میره. گربه کسل میشه و دیگه نخو نمیخواد. وقتی که تو دستتو گذاشتی دور کمر اون دختر، اون ازت دور شد و تو مثل یه توله سگ دنبالش دویدی. تو باید تنبیهش میکردی. باید برمیگشتی و با یک نفر دیگه صحبت میکردی. باید میذاشتی برای جلب توجه دوباره تلاش کنه. اما در حالی که داشت با اون اسکل حرف میزد، تو رو معطل نگه داشت. من باید چی کار میکردم؟ تو باید میگفتی شما دوتا رو با هم تنها میذارم و ازشون دور میشدی. انگار دختر رو به اون مرد بخشیدی. با وجود اینکه میدونستی دختر از تو بیشتر خوشش میاد. باید طوری رفتار کنی که انگار تو جایزه رابطه هستی. درستش اینه که مثل اون نخ آویزون باشی. تیتر قسمت بعد: ساختار اساسی جلو رفتن، نوشته میسری.